باتری 100 آمپر، این قطب منفی، این قطب مثبت. ماشین ایرانی، پژو 405 اسلینکس، اینورتر 2400 وات جنسیس. روشن میکنیم اینورتر رو، ورودی برق رو بهش وصل میکنیم. بله همینطور که میبینید سیمکشی داخلی داره، ورودیش تو قسمت انباری و اینا هستش. یه پمپ آب برای آب مصرفی داریم که 550 واته، اینجا هست. همینطور که میبینید 550 وات، همش هم به برقه. این فشار آبه، الان پمپ صداش داره میاد، نمیدونم تو فیلم هست یا نه. اینجاها باغ هستش، سیمکشی داخلی همه صورت گرفته. این کلگی ها 8 تا بالاه که هر کدومش 2 تاست و تو هر کدوم یه لامپ 10 واته. 8 تا بالاه، همونطور که میبینید 8 تا پایینه، 11 تا پایینه، اشتباه گفتم، 2 تا 11 تا 22 تا لامپ 10 وات هم پایین هستش. ببینید اینجاها به قول معروف وسط ناکجا آباده، نه آبه نه برقه نه گازه. ما فقط از اینورتر جنسیس استفاده میکنیم. اینجایی که میبینید استخره و سطح استخر از کف اینجا هم پایین تره. یه موقع آب بخوایم به درختها بدیم نیاز به یه پمپ قوی بود که لوله کشا گفتن یه اسب باشه، خروجی 6 آب میده. فقط متاسفانه 6 متر عمق استخره، نمیتونم در بیارم نشونتون بدم. یک اسب بخار توان داره، 2 شاخشه. الان بالا آب میده. بله همونطور که دیدید چیزی حدود 100 تا درخت داریم که تو هر دفعه آب دادن چیزی حدود 30 تا 33-4 تا درخت رو ما با این پمپ آب میدیم. همینطور که میبینید کاملا جوابگو هستش. ببینید چه فشار آبی فقط از یه شیر داره میاد. بله خیلی هم فشار خوبی داره. همونطور که بهتون گفتم چه کلا خاکیه. 2 کیلومتر از نزدیکترین آبادی خاکی داره. اینجا هیچ برقی هیچی نداره، فقط باغه و اینا. میتونم بگم ما فقط اینجاها برق داریم. انشالله که موفق باشن تیم جنسیس. ما واقعا راضی هستیم از اینورترشون.